هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللایف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامعان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللایف شنوید. از ابوالقاسم لاهوتی، 7 ماه 11 سال 40، مسکو. استاد محترم، امروز از روزنامه‌های تاجیکستان فهمیدم که در مقابل خدمت‌های چندین ساله‌تان، خدمت‌های پربها و برای خلق سویتی ضرور به نام شما مانند عالم خدمت نشان داده علاوه کردند. میخواهم بگویم که خدمت‌های علمی شما که ادبیات، زبان و تاریخ تاجیک را بایگری بزرگ داده است، بهای حقیقی از پارتیا و حکومت سویتی گرفت. این به همه مهنتکشان تاجیکستان خرسندی می‌دهد، خصوصا به دوستان شما شرف و سربلندی است. از بس که دیر خبر را شنیدم، چنان که در بالا نوشتم، گزیده ها را همین روز گرفتم. فرستادن تلگراف را هم دیر شده حساب کردم. البته میبخشید، من به وسیله این خط تبریک صمیمانه خود را به شما تقدیم کرده، از دل و جان دست شما را فشرده بسیار زندگی کنید و بیشمار به خلق سویتی فایده های علمی و ادبی دهید میگویم. این آرزوی حقیقی من است. ریا نشود گفته بیش از این چیزی نمی نویسم. به سلام و ارادت، لاهوتی. امضا. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی
ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به ابوالقاسم لاهوتی 24 ماه 11 سال 40 سمرقند. رفیق محترم استاد لاهوتی، می بخشید که با مانعه های گوناگون به شفقتنامه های گوناگون شما تا حال جواب نوشته نتوانستم. از همه پیشتر رخصت دهید به تبریک و اظهار شادمانی که به مناسبت به من داده شدن نامی خادم خدمت نشان داده علم کردید عرض تشکری صمیمانه نمایم. هدیه زرینه هم در وقت خودش رسیده بود. الحق آدینه و یتیم مرا خوش پذیرایی کردید. خودم هم آدینه را یکی از میوه های پیشپزک چارباغ حیات خود و یتیم را یکی از بهترین اثرهای زمان خود می شمارم. هدیه زرینه را در روزنامه هم خواندم. معلوم می شود که کارکنان رداکسیا این خوشپذیرایی شما را نپسندیدند و به جای یتیم و آدینه کلمه فقیرک دین را گذاشتند. شعر و مکتوبی که به نام خالده فرستاده بودید در وقت خود رسیده بود. او تا حال عرض تشکر نکرده است. من تنها یک چیزی نارزنده نوشتم و به مقابل آن از طرف پدر معنویم این همه مهربانی دیدم. اما شرم می دارم که تشکر کنم. هر وقت یگان چیزی دیگر نویسم آنگاه معنن عرض تشکر می شود. حال آنکه در 9 کلاس مکتب روسی خوانده ایستادم نمی توانم که چیزی نوی نویسم می گوید. درباره مقاله یوسفی تأثیر خود را اظهار کرده. من هم در وقت خواندنم آن مقاله را متأثر شده بودم. شعری لیریکی که به این مناسبت به آن مکتوب فرستادید حقیقتاً به اوج اعلای لیریک برآمده است. با آن همه بلندی، این همه سادگی، این شعر مرا از شوق به هیجان آورد که ما این گونه نمونه ها را در کلاسیک ها ندیده ایم. من نمی توانم که درجه صافی، سادگی، روانی و به بالای اینها اینقدر بلندی این شعر را تصویر نمایم. فقط در توصیف این شعر می توانم که از یک تعبیر تنقیدچیان کلاسیک اگر فراموش نکرده باشم، اول این تعبیر را عبدالرحمن جامی گفته است. فایده برم. این شعر با تمام معناش سهل ممتنع است. از بس که در بین من و شما نفاق و ریا را جای نیست، یک خوشه را که در مکتب این شعر به خاطرم رسید اظهار کنم. این در مصرع پاکیزه بیدارش که به هستی سبب است. این است. من گمان میکنم که در بین حکمای قدیم یک همین گونه جریان بود که عشق را سبب خلعت می شمردند. بعضی متفکران صوفیه اسلام هم این نظریه را با تعبیرهای گوناگون در تعلیمات خود درآوردند. این تعلیمات باید به مارکسیسم مخالف باشد. لیکن من در حقیقت نه آن نظریه حکمای قدیم و نه مارکسیسم را به خوبی نمیدانم. شما اینها را از من بهتر میدانید. فکر کرده بینید اگر در حقیقت همین گونه فکرها در تاریخ فلسفه باشد و به مارکسیسم مخالف باشد، در وقتی به چاپ فرستادن آن مصرع را اصلاح خواهد کرد. اما اگر من در این فکر خود خطا کرده باشم، خطاام را به صمیمیتم خواهد بخشید.
واقعی نوی که امسال در تاریخ ادبیات فارس تاجیک روی داد، یافت شدن دهه رودک، جای تولد استاد رودکی و قبر رودکی است. معلوم است که تا حال در بین اهل تاریخ و تذکره ها اختلاف بود که رودکی از بخاراست یا سمرقند. من در وقت نوشتنم نمونه ادبیات تاجیک را فکر اول را ترجیح کرده بودم، اما امسال که درباره رودکی مقاله نوشتم، با اساس یک منبع عربی که روایت خود را از ادریسی نام نقل می کند، قرار دادم که از سمرقند است و این ادریسی استرابادی بوده، عمر خود را در سمرقند گذرانیده است و در اینجا بعد از 60 سال وفات رودکی مرده است. هم تاریخ استراباد و هم تاریخ سمرقند را نوشته است. ادریسی میگوید که رودکی از قریه رودک است. در جای دیگر میگوید که قبر رودکی در 5 رودک است که یکی از قریه های رودک بوده، در نواحی سمرقند است. اما نمیدانستم که این 5 رودک و رودک در کجای سمرقند باشد. پروفسور سیمیونوف که امسال در این باره مقاله نوشت، در مقاله خود قید کرده است که رودک و 5 رود در 15 کیلومتری شهر سمرقند است. اما من با پرسکو از اطراف سمرقند به این نامها دهه نیافتم. وای به طریق حزل به دهاتی گفتم که آخر رودکی از پنجکند یافت می شود. این سخن ظاهرا حزل باشد هم به عقیده خودم جدی بود و بنابراین به همین اساس تحقیقات به کار بردم. امسال در ماه ایول وقتی که حولی خود را ریمان می کردم، یک مردیکار را به کار آوردم. او از دهه فراب پنجکت بوده است. از وی رودک نام دهه را پرسیدم. او تصدیق کرد که در پنجکت است، اما او ندیده است و بابای او که هنوز زنده است دیده است. 5 رود، 5 رودک هم در همان جا هست. این را هم شنیده است. من این معنی را به سکرتری یکمی رایکم پارتی پنجکت به رفیق محمدیف نوشته از وی التماس کردم که این معلومات را پرسکو کند. او بعد از چند روز شخصا پیش من آمده معلوم کرد که رودک و 5 رود هر دو هم در پنجکت هستند و از مرکز رایون تخمینا 60-70 کیلومتر می آید. من این معلومات را به استالین آباد به سیوز نوشته التماس کردم که یک اکسپدیسی رسمی فرستاند. از آنجا از بعضی اکادمیا بزرگزاده و نرکومپروس گریتسکی نام یک تاریخ شناس آمدند و مرا رهبر اکسپدیسیا قرار دادند. از بس که برآمدن به بالای کوه بلند دل من تاب نداشت، من همه معلومات و نشانه ها را به آنها داده فرستادم. آنها رفته قبر رودکی را یافتند. به قشلاق رودک باشد گابریتسکی نرفته، تنها بزرگزاده رفته آمد و هر دوی اینها هم معلوماتی را که من یافته بودم تصدیق کردند. اما وقتی که گریتسکی با مخبر رادیوی مسکو مصاحبه کرده است، همه این کشفیات را به خود نسبت داده است. به قول ازبکان تیار آشگه به قبول، باوریچی آش تیار. من امسال با دعوت پنجکتی ها در 11 نوامبر به بالای کار کانال مرغدر رفتم که در کوهستان در 60 کیلومتر دورتر از مرکز رایون فرهادوار سنگ را بریده کافته ایستادند. در آنجا من به 5 رودیان و هم به رودکیان مصاحبه کردم. رودکی در بین آنها با عنوان یک عالم 400 شتردار چنان که در تذکره ها میگویند و به عنوان اوفری یعنی سازنواز مشهور بوده است. حتی میگویند که از بس که شترداری در کوهستان دشواری کرده است، رودکی چند به سمرقند و بخارا کوچیده رفته بوده است و در آخرهای عمرش باز آمده است. اکنون به من معنی تعبیر منبع عربی معلوم شد که در وی رودک و 5 رودک از نواحی سمرقند شماریده شده است. ناحیه با معنای عربیش به کنار دور کار فرموده می شود. در حقیقت پنجکت تا رزمجیوانی تا سال 1925 یکی از رایون‌های ناحیه‌های سمرقند به شمار می رفت. من در سری کار کانال با بسیار کالخواسیان مصاحبه کردم. نام قشلاق‌های آنها دقت مرا جلب کرد. شما از کجا؟ از حسن آباد. شما چی؟ از نگین آباد. شما از کجا؟ از میکده. شما چی؟
از زیبایان و هاکذا حقیقتاً رایانه که به دهه‌های خود این گونه نامهای شاعرانه را قبول کرده است حق دارد که مانند رودکی یک استاد نامردنی شعر و موسیقی را رساند. در وقت کار کانال یگانه یک راه کوهی که به رودک می رفته است موقتاً بسته شده است، وگرنه من به آنجا هم می رفتم، چون که رودک از سر کانال 8 یا 10 کیلومتر بوده است. این کشفیات خیلی مهم است. به همه اهل خانواده تان از خودم و از همه اهل خانواده‌ام سلام صمیمانه و سلام رفیقانه عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلق ما را دفتری عینی شهادت